این داستان واقعی السا. سال 1893 السا هانسن یه دختر زیبا از یه خانواده اشرافی بود که توی منطقه نورهیم نروژ زندگی میکرد. السا دختری عجیب و به شدت منزوی بود تا اینکه پدر و مادر السا که نگران این وضعیت اون بودن تصمیم میگیرن که السا باید با یه دیپلمات سوئدی ازدواج کنه. ولی درست شب قبل از نامزدی کالسکه پدر و مادر السا به ته دره سقوط میکنه و السا وارث کل املاک و دارایی ها میشه. تنها کسی که همیشه و همه جا کنار السا بود اولاف بیورنسون نگهبان عمارت بود. به ظاهر بی‌آزار ولی تقریبا همه یه جورایی مطمئن بودن کسی که آدمهای مزاحم رو ناپدید میکنه اولافه. تنها کسی که برای السا مهم بود خواهرش آنا بود. السا اجازه نمیداد آنا ازدواج کنه چون از تنها شدن وحشت داشت و خواستگارهای آنا یکی یکی ناپدید می شدن تا اینکه کریستوف پیدا شد. اون یه مرد بی‌نقص و فوق‌العاده بود که آنا با تمام وجودش عاشقش شد و تصمیم گرفت باهاش ازدواج کنه. السا تحمل همچین چیزی رو نداشت و یه مدت بعد کریستوف هم ناپدید شد. بعد از ناپدید شدن اون آنا به خاطر عشق بی اندازه‌ای که بهش داشت به زندگی خودش پایان داد و السا برای همیشه توی اون عمارت تنها موند. عمارتی که فقط یه نفر توش مونده بود، اولاف. اینجا عجیب ترین اتفاقا و ماجراهای دنیا رو براتون تعریف میکنیم. پرشن پلاس رو دنبال کنید.